امروز قرار راجع به بایوسایکوسوشال حرف بزنیم. یه چارچوب و فریم ورکیه که هر کسی که با یک شخصی کار میکنه که برای سلامتش، برای روانش، برای فیزیکش، برای بیماریش داره باش کار میکنه باید رعایت بکنه. این یعنی از جراح، پزشک، مربی باشگاه، فیزیوتراپیست، اوتی، گفتار درمان، هر کسی، تمام این افراد شامل زیر مجموعه های کسایی هستن که باید توی این چارچوب و ساختار کار بکنن، در نظر بگیرن ابعادش رو. خیلی هم مهمه، خیلی هم ساختار کاربردیه. اونم به خاطر اینه که تقریبا از سال 1970 به این طرف متوجه شدن که خیلی صرفا این که یه نفر یه جایش درد میکنه، یه مشکلی داره، صرفا روی یه جنبه از زندگیش که جنبه بیولوژیکش هست تاثیر نمیذاره. وقتی جنبه فکری، روانی، اجتماعی اون فرد رو تحت تاثیر قرار بده، وقتی همه این چیزها کنار هم قرار بگیرن، میتونه سرعت درمان اون شخص رو در زمینه بیولوژیکش هم تحت تاثیر قرار بده. و چه بسا ممکنه ما بهترین درمان رو تحویل یک نفر بدیم ولی اون چیزی که انتظار داریم رو تحویل نگیریم. 2 نفر با یک مشکل، ابعاد مشکلش هم حالا گیریم یه جور باشه، یکسان باشه، اگر بیان مراجعه بکنن، ولی یکیشون فقط کافی از لحاظ فکری، روانی، اجتماعی یه ذره متفاوت باشه. یکیشون ممکنه یه ذره ترس و نگرانیش بیشتر باشه. یکیشون ممکنه یکی از دوستاش قبلا این مشکل رو داشته و مثلا یه سری پیچیدگی‌های توی زندگی دوستش براش ایجاد کرده باشه. این دوتا غیر ممکنه که دیگه پروسه درمانشون شبیه هم باشه. 2 تا مثال خیلی ساده میزنم. یکی مشکل بیماری تنفسی مثل آسم، یکی هم یه مشکل تاندونی مثلا تاندون پرج دست یا پا، مثل تاندون آشیل پا. اونی که آسم داره، خب آسم داره، به خاطر اون شرایط آسمش باید از یه اسپری استفاده بکنه، اسپری ونتولین مثلا باید استفاده بکنه، در این دوز با این تکنیک نفس بکشه و خب بله، وقتی که اون آسم میاد سراغش، اون تنگی نفس میاد سراغش، از اون اسپری استفاده میکنه. ولی اگر ترسش از یه حدی بیشتر باشه، خود همون ترسه میتونه وخامت کار رو چندین برابر بکنه. پس وظیفه یک معالج، حالا میتونه فیزیوتراپیست باشه یا میتونه پزشکش باشه که داره بهش این اسپری رو معرفی میکنه و داره باهاش کار میکنه، باید بهش یاد بده که چجوری از اون استفاده بکنه. ولی باید یه جورایی روی ترس و نگرانی ها، ابعاد فکری مختلف این فردم باید کار بکنه، ببینه چقدر ترسیده، چقدر نگرانه، چقدر حسش بالا پایینه. چون اگه اینا رو حل نکنه، دیر یا زود موقعی که اون آسم میاد سراغش و اون وخامت رو توی تنفسش ایجاد میکنه، این اگر شرایط روحی خودش رو نتونه کنترل بکنه، بیش از حد بترسه، بیش از حد نگران بشه، میتونه خیلی بدتر باشه. خیلی از موارد و افرادی که مشکلات تنفسی دارن، با گرفتگی‌های تنفسی، با آمبولانس که میارنشون بیمارستان و توی بیمارستان حالشون خوب میشه، یا توی مسیری که آمبولانس داره میاردشون شرایطشون استیبل میشه و پشت سرش به خاطر مسائل فکری و ذهنی و تجسمیشی و اینجور چیزاشونه. مورد دومی که گفتم، مثلا یک کسی که مشکل تاندونی داشته باشه، مشکل تاندونی داره، فقط مشکل اون دردی که توی این تاندون داره احساس میکنه نیست. اون شخص زندگی داره، مثلا شما در نظر بگیر این مشکل تاندونی توی پاش به وجود اومده، خب این فقط بیولوژیکه کاره. از اون طرف یه سری مشکلات دیگه براش ایجاد میکنه. این شخص باید سر کار بره و به خاطر سر کار رفتنش که پاش درد میگیره خیلی راحت نیست، خب ممکنه کارش رو تحت تاثیر قرار بده.
حالا اگر یه کاری داشته باشه که مقداری فیزیکی هم باشه، چه می‌دونم مثلا بالاخره به هر طریقی باید روی پاش وایس، حالا یا جراحی، حالا هر چی، یا مثلا شما در نظر بگیر کار فیزیکی میکنه، نجاره، هر چیزی، چون نمیتونه کارشو به درستی انجام بده و اون درد توی کارش داره اذیتش میکنه، یه مشکل روانی براش ایجاد میکنه و چه بسا اگر و خیلی وخیم‌تر بشه ممکنه نتونه بره سر کار، پس درآمدش رو تحت تاثیر قرار میده. وظیفه کیه که اینا رو ببینه؟ من و توی معالج، من و تو باید اینا رو متوجه بشیم. دیگه چی؟ این شخص ممکنه هفته‌ای 2 بار با خانوادهش، با شوهرش، با زنش، با بچهش، با دوستاش یه جایی میره، یه تفریحی داره و الان نمیتونه این کارو بکنه به خاطر این شرایطی که پیش اومده. پس چی میشه؟ پس از لحاظ سوشال و اجتماعی هم زندگیشو به هم میریزه. میبینی؟ حالا چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ حالا گیریم مثلا یه 2 تا درمانگر رو در نظر بگیریم که یکیشون در نظر میگیره اینا رو، یکیشون در نظر نمیگیره این چیزا رو. اونی که در نظر نمیگیره همون اول کار میگه بله اینو داری، برو این کارو بکن، این اینجوری تموم شده رفت. مریض میره هر کدوم از این مشکلات دیگه‌ای که پشت بندشه، هر کدوم از اینایی که عنوان کردیم، بعدن که تو سرش میاد بعد تنهایی با خودش کنار بیاد و بعدش به این نیستش که فقط قرار خودش با این مسئله کنار بیاد. مسئله اینه که راجع به چیزایی باید با خودش کنار بیاد که اطلاعات دقیق راجبش نداره. حالا این مشکل تاندون توی پای من ایجاد شده، اصلا این کاندیشن چی هست، چقدر طول میکشه، من چه چیزایی باید انتظار داشته باشم، قرار بدتر بشه، حالا اینقدر درد که میکنه تو این لول که درد میکنه، من اگه برم راه برم براش خوبه، براش بده، تا کجا قراره. این چی میگم؟ و تک تک اینا خودش میتونه یه معضل باشه، یه معضلی که میتونه، میگم شرایطو میتونه به اندازه‌ای که خود اون شرایط بده میتونه چندین برابر بدترش بکنه. ولی شما وقتی که این موارد رو در نظر گرفتی، راهنمایی درست کردی، به شخص میگی که خب اوکی تو این مشکل رو داری، آیا پیاده روی هم میری، با دوستات بیرون هم میری، یا اصلا کارت چیه؟ پس ما تمام جوانب زندگی شخص رو وقتی در نظر میگیریم میفهمیم اوکی آها ایشون یه کار فیزیکی داره این خانم یا این آقا، خب پس بذار راهنماییش کنم که موقعی که توی شرایط فیزیکی قرار میگیری و با این درد روبرو میشی، تا چه حدی از درد رو باید تحمل بکنی، از کجا به بعدش برات مضره، از کجا بیشترش باعث تخریب بیشتر میشه. و چه بسا خیلی از کاندیشن های مثلا تاندونی شما تا یه حدی از درد مجازه، چه بسا برای ریکاور شدنش نیاز به لود داریم، نیاز به تحرک داریم که اتفاقا اون تحرک اون ورزشه کمک میکنه. یه ما اینا رو در نظر بگیریم، بهتره به شخص میگیم اوکی از لول درد مثلا 0 تا 10 در طول اکتیویتی هایی که داری، در طول فعالیت های روزانه ای که داری، اگر مثلا تا درد 3 بود 4 بود، حالا برای کاندیشن دیگه ممکنه تا 4 و 5 هم اوکی باشه، اگر تا اینجا بره اشکال نداره. خب این دیگه اون نگرانی انقدر با خودش حمله میکنه، راحت تره، میتونه به زندگیش برسه. حالا دوره عمق بیشتری که بخوایم به کار بدیم، یه لایه بیشتر عمیق‌تر بخوایم بریم، اینه که درد یه سیستم پیچیده‌ایه توی بدن ما، توی مغز ما. اون چیزی که ما نگرانش باشیم درد بیشتری هم راجبش حس میکنیم. دوره مثال میزنم، 2 نفر ممکنه که فوق‌العاده حالت و کاندیشن یکسانی دارن، فوق‌العاده یکسان، حالا مثلا، ولی یکیشون با اون درد و اون مشکلی که داره آگاهی داره، میدونه چیه، جفتشون یه میزان سیگنال از درد به مغزشون ارسال میشه، درسته؟ ولی اون که نگرانی های پشت پرده داره، چه بسا دردی که احساس میکنه ممکنه چندین برابر بیشتر بشه. نه تنها بیشتر میشه، تشدید میشه، ممکنه اون درد طولانی تر هم بشه. پس ما سیستم عصبی مرکزیمون، سنترال نروس سیستممون، اون خودش تعیین کننده خیلی بزرگی توی میزان دردیه که شخص احساس میکنه، توی میزان نگرانی که احساس میکنه. تمام اینا دست اون تراپیستشه
برای همینه که خیلی از وقتا ممکنه این نفر بره پیش یه درمانگر، بره پیش یه تراپیست یا هر چیزی، جفتشون ممکنه یه چیزی رو بگن، جفتشون ممکنه یه درمان ارائه بدن، جفتشون ممکنه یه سری حرکت، یه سری دارو، یه سری هر چیزی، حالا بسته به اینکه کی هست و چه جور درمانگریه، جفتشون دارن یه کارو میکنن، ولی یکیشون به این موارد پشت پرده میرسه، اطلاعات کامل جامع تحویل طرفش میده، زودتر خوب میشه. خب من و تو اگر که میخوایم توی زمینه کاری که داریم میکنیم میخوایم موفق تر باشیم، بهتر باشه عملکردمون و تجربه بهتری برای مریضمون ایجاد بکنیم، باید الزاما هی لازم نیست بریم بروزترین تکنیک مثلا درمان فلان رو یاد بگیریم. شاید تکنیکایی که بلدیم کافیه، خوبه. اگر از یه حدی خوب خودت راضی و توی اون تکنیکا داری اوکی. از یه جای به بعد اگر احساس می‌کنی نتیجه نمیگیری، ببین چقدر من دارم به مسائل پشت پرده مریضام بها میدم، چقدر دارم بها میدم، چقدر اینا رو در نظر میگیرم، چقدر باشون صحبت میکنم، چقدر طرف احساس راحتی میکنه که مسائل مختلف زندگیشو بگه. چه همین فریم ورک بایوسایکوسوشال که از چیزای دیگه که هستش که ما بررسی میکنیم همیشه اینه که هیچ وقت نباید هیچ درمانگری به طرف مقابلش این حس رو بده که این سوال یا این دغدغه‌ای که داری مطرح میکنی ربطی به دردت نداره. اجازه بدیم اونی که میاد پیشمون احمقانه ترین سوالا رو هم بپرسه. شاید تو همون احمقانه ترین سوالا یه چیز خیلی بزرگی باشه که برای ما ممکنه این وقتی فلگ بزنه، پرچم بزنه، شاید این مسئله خیلی بزرگی رو برای ما آشکار بکنه. و چه بسا اون مسئله که به نظر ما احمقانه است برای طرف مقابل خیلی مسئله مهمیه. همون اگه ما حل بکنیم طرف شاید انقدر دردش مشکلش پیشرفت نکنه. میگم میتونه خیلی احمقانه باشه، ممکنه هم واقعا هیچ ربطی نداشته باشه، ولی از نگاه اون چون مهمه ما باید حلش بکنیم. از اون طرف هم مسئله دیگه هم هست. ممکنه یه نفر بیاد کمردرد داره پیش شما خجالت بکشه، بگه چه ربطی داره مثلا من حالا یه مدت کمردرد دارم، یه مدتی الان کنترل ادرارمو مثلا بالا پایین شده از دست دادم یا هر چیزی، یا سخت شده. این خیلی مسئله مهمیه. مریضی که تو احساس راحتی بهش داده باشی یا ازش کم و بیش پرسیده باشی با ادب و احترام و خیلی محترم و سرسنگین ازش بپرسی این چیزها رو، یه سری مسائل مختلف شد ازش که ما خودمون باید بررسی بکنیم. دیگه من بررسی نکردیم یا هر چیزی، رد فلگ ها رو، اون چیزای قرمز حیاتی رو اگه بررسی نکردیم، اگر مریض احساس راحتی بکنه شاید خودش بگه آقای مدت من این کمردرد رو که دارم گاهی از وقتا احساس می‌کنم کنترل ادرارم یه مقداری چیز شد. اگه اینجوری باشه درجا طرف باید بفرستیمش بیمارستان، چه واسه با همون آمبولانس بفرستیمش بیمارستان. اگر حالا به شرایطی، نه اینکه حالا هر کسی حالا داره اینو گوش میده احساس بکنه کمردرد دارم، فلان روز ادرارم اینجوری بود پس نه اون درمانگر باید اینو با تشخیص بده. خیلی بده این چیزای کلی که گاز وقتا من یا هر کسی میگه، گاز وقتا اونی که گوش میده ممکنه یهو بپره هوا. برگردیم سر داستانمون. پس مریض باید احساس راحتی بکنه که مرتبط ترین یا نامرتبط ترین سوالا رو بتونه راحت بپرسه و این خودش جزئی از بایوسایکوسوشال فریم ورکه. در نهایت خیلی از جورنال‌های مختلف دنیا هم هستن، مثلا British Journal of Sports Medicine بود فکر کنم، British Journal of Sports Medicine فکر کنم، همین چند سال پیش اومده یه چیز داره، یه جورنال داره راجع به اینکه بهترین راهکارهای درمان برای تندنوپاتی، درمان آسیب‌های تاندونی میاد بررسی میکنه و میگه که اون درمانایی که شامل این میشه که ما به شخص لود پیشرونده میدیم، یعنی تحت اون تاندونی که آسیب دیده رو کم کم تحت فشار میذاریم، روش وزن میذاریم،
باش تمرین میکنیم، این بهترین درمانه برای تندینوپاتیه. ولی اون پایین‌ترا که بریم وسطاش جای کار نوشته، اما اگر کسی دانشی که داره نسبت به مشکلی که داره یا اطلاعاتی که داره یا نگرانی که داره، اگر از یه حدی بیشتر باشه، بالا پایین‌تر باشه، اون وقت دیگه اون نتیجه‌ای که ما اینجا داریم اعلام میکنیم رو شما ممکنه نگیرید. خیلی از این چیزا هست، خیلی از ژورنال‌ها هستن، خیلی از مقالات هستن که راجع به درمانای چیزای مختلف، میتونه گفتم تنفسی باشه، تاندونی باشه، بیماری‌های میگم هر جایی که فکرشو بکنیم، حتی در زمینه بدنسازی، زمینه هایی که حتی برای جراحی درای مختلف، جراحی های قلبی، عروقی، جراحی های ارتوپدی، اونی که میدونه قراره با چی روبرو بشه، قبلش ممکنه مثلا یه آمادگی ایجاد میکنه، خودش آماده میکنه، اون آمادگی صرفاً فیزیکی نیست، مثلا اونی که میخواد تعویض مفصل زانو انجام بده، خب باید چند ماه قبلش بره خودش رو آماده بکنه، بدنش رو قوی بکنه که زیر بار اون همه تنشن جراحی که میره بعدش به راحتی بتونه خودش رو جمع جور بکنه. ولی الزاما این آماده سازی ها همیشه فیزیکی نیست. خیلی از وقتا طرف باید فکری، ذهنی خودش رو باید آماده بکنه، یا اون اتفاق براش افتاده، ما باید یه کمکی در زمینه آگاهی و تفکر این آدم بهش ارائه بدیم، خیلی بیشتر شاید عمل بکنه تا اینکه ما داروهاشو دوزشو بخوایم بالا پایین بکنیم یا بخوایم حالا هر چیز دیگه. پس اینا مهمه، این موارد خیلی مهمه. مسائل بایوسایکوسوشال رو باید جدی بگیریم. از اون طرف در کنارش کسی که این دیدگاهو داشته باشه، هرچی بیشتر اینو گوشه ذهنمون داشته باشیم، به عنوان هر درمانگری هرچی رو بیشتر گوشه ذهنمون داشته باشیم، بیشتر توی آدمو میبینیمش، بیشتر توی مریضا اینو حس میکنیم. این اینجا این مورد داره، اونجا اون مورد داره، بیشتر به چشممون میاد. چه بسا شما به جایی میرسه که احساس میکنی شاید اصلا این مشکل خودشو داره در به عنوان یک درد، به عنوان منبع درد نشون، اصلا مشکل بیولوژیک نیست، این صرفاً طبق یه سری از چیزهایی که اون شخص اطلاع نداره یا صرفاً به خاطر نگرانیاش این به وجود اومده. اینا رو بیشتر در زمینه ماسکول اسکلتال و فلان و بهمان و عضلانی استخونی میبینیم. ولی در هر فیلدی که باشه، در هر فیلدی، در هر زمینه‌ای اینا میتونه باشه. وقتی این لنز رو از این لنز به مسئله نگاه بکنیم، خیلی از جاها میبینیم که آدما این موارد رو دارن، اما میتونیم به راحتی شناساییشون بکنیم. نگاه کنین، کسی که بایوسایکوسوشال فریمورک رو استفاده میکنه، پیش میبره، توی کار خودش قرار میده، الزاماً لازم نیست و به این معنی نیست که قراره کار سایکولوژیست رو بکنه. این خیلی مسئله مهمیه. یه بار دیگه تکرار میکنم، کسی که بایوسایکوسوشال فریمورک رو استفاده میکنه، گوشه ذهنش داره، با هر گونه از مریضاش استفاده میکنه، پروتکلاشو ارائه میکنه، استفاده میکنه، این الزاماً به معنی این که کار سایکولوژیست انجام بده نیست. این فوق‌العاده قانونیه. شما کار سایکولوژیست انجام نمیدی، فقط داری یک سری از این مسائل رو از دید سایکولوژی داری میبینی که کاملا کار قانونیه، کاملا کار درستیه، کاملا باعث این میشه که شما عملکرد توی اون کاری که داری میکنی بالاتر بره حتی. پس ما الزاما قرار نیست کار سایکولوژیست رو بکنیم، اصلا قرار نیست کار سایکولوژیست رو بکنیم. یه مقداری از دید اونا به داستان نگاه میکنیم و در زمینش آگاهی خودمون رو بالا میبریم. خیلی پیشنهاد میکنم به خاطر این چیزی که حالا خودم انجام دادم این دوران، خیلی پیشنهاد میشه که اگر کسی میخواد اینا رو استفاده بکنه یا ارائه بکنه، یه سری مطالعات راجع به
مباحث پیشرفت‌های شخصی، پیشرفت‌های شخصیتی، یه سری مباحثی که توی این زمینه ها میره، یه سری مطالعات در زمینه روانشناختی اگر آدم داشته باشه میتونه شما در هر زمینه‌ای که هستی یه تراپیست قوی تری میتونه از شما ایجاد بکنه. شما در نظر بگیر اگر که فیزیوتراپیستی، جراحی، پزشکی، دندون پزشکی، مربی باشگاهی، هر چیزی که هست، اگر میخوای یه لول بالاتر بری یه مقداری مطالعات آزاد در این زمینه داشته باش. روانشناختی، شخصیتی، رشد فردی، اینا کمک میکنه. افراد با نگرانی‌های مختلف که میان، با موارد مختلف که میان، شما بیشتر حسشون میکنی، بیشتر باهاشون وصل میشی، بیشتر باهاشون ارتباط برقرار میکنی، با خودشون، با مشکلشون، با شخصیتشون سریعتر متوجه میشی، سریعتر داستانو میگیری. اینا خیلی مهمه. خلاص اینا چیزاییه که راجع به بایوسایکوسوشال فریمورک تو این لحظه توی ذهنم بود که گفتیم راجبش حرف بزنیم. نظر، پیشنهاد، انتقاد، هر چی که هست با کمال میل، خیلی با روی باز استقبال میکنم ازتون. برام بنویسین. مرسی که تا اینجای کار همراه بودید. مرسی.